24 سردار نامدار تاکدا. قدرت حاکمیت از این سرداران مایه می‌گرفت. ولی با گسترش سرزمین کایی، شینگن بسیاری از این سرداران را در جبهه‌های نبرد و یا بر اثر بیماری از دست داد. ایتاگاکی، آماری و آنهایی که خدمت کردند، چه آنهایی که از دوره نوبوتورا بودند و چه آنهایی که مانند کانسوکی یاماموتو در عصر شینگن به خدمت گرفته شدند، حضورشان برای تاکدا یک ضرورت بود. برای گسترش دادن کایی و حرکت به طرف کیوتو در جهت یکپارچه نمودن ژاپن، شینگن به جنگجویان شجاع و مدیران توانا نیاز داشت. بنابراین به صورت مستمر رهبران جوان را به نیروهای خود اضافه می‌کرد. از طرف دیگر مینو کامیهارا، سردار پیری که از نبردهای بسیار جان سالم به در برده بود، اکنون در جستجوی مکانی برای مردن است. شینگن. سرور جوان، سرور جوان، سرور جوان. کی هستی؟ طرفداران شماییم. برای نجات شما اومدیم. چطور باید باور کنم؟ سرور جوان. یاه. به زودی در رو باز میکنم. چه خبر شده؟ مردن. برین اطرافو بگردین. کی هستی؟ قصد کشتنمو داری؟
صبر بی ابو هستم. شما سلامت هستین؟ چه اتفاقی افتاده؟ به نگهبان حمله شده بود قربان. با اجازه. ابو. بله. اگه اطلاع نداده بودی برادرت هیوب و ابو الان زنده بود. من از مشاوران خاندان تاکدا هستم. اگه از خیانتی مطلع بشم اغماض نمی کنم، حتی اگه برادرم باشه. قربان. گرفتینشون؟ خیر، به طرف کوهستان فرار کردن. چند نفر بودن؟ 5 یا 6 نفر. به نظر می اومد یه زنم همراه اونا بود قربان. یک زن بوده؟ بله. نمیدونم کی، ولی یه نفر هست که من فقط به اون زنین هستم. شب قبل از حمله به شما در آب گرم کاباورا بانویای برای ملاقات با برادرم به خونه اون رفته بود. نمیدونم درباره چی صحبت کرده بودن، ولی برای من عجیب بوده. خدا عالی جناب هیچ فکر و نظری درباره تماس ایشون با برادرم ندارن؟ نظری ندارم، ولی به احتمال زیاد یای به دستور بانو سانجو بریدار اوبا رفته تا ازش بخواد از یوشینوبو حمایت کنه. بله. تعداد نگهبانو رو افزایش بدین. اطاعت. نمیخوام اوضاع از این آشفته تر بشه. بله. با توجه به خواسته تو یوشینوبو به مرگ محکوم نمیشه. واقعا از شنیدن این خبر خوشحال شدم. صمیمانه از شما ممنونم. سپاسگزارم سرورم. البته بخشیده نشده. برای متوجه محبت شما هستم. مطمئنم یوشینوبو پس از انزوا در توکوجی تغییر رویه خواهد داد. حالا با زنده موندنش اون میتونه بابت رفتار زشت خودش خوب فکر کنه. مطمئناً اون الان از کاری که کرده سخت پشیمونه و به زودی برای عذرخواهی میاد. منم همانند بانوی خودم از شما بسیار بسیار تشکر میکنم سرورم. نگهبانایی که دیشب در توکوچی گذاشته بودم کشته شدن. عده‌ای قصد فراری دادن یوشینوبو رو داشتن. یه زن هم بین افرادی که اومده بودن فراریش بدن دیده شده. امیدوارم شما اون افراد رو نفرستاده باشید. ببخشین سرور من، شما فکر میکنین امکان داره بانو سانجو دست به چنین کار پستی بزنن؟ خب خود شما چطور؟ بله؟ شب گذشته شما مشغول چه کاری بودین؟ در رخت خواب بودین؟ یا در تپه های پشت توکوجی؟ شب قبل بانو سانجو سخت مضطرب بودن، به همین دلیل من تمام مدت شب و در کنار ایشون گذروندم. یا حقیقتو میگه اون تمام شب و پیش من بود. به هر حال بهتره که از من اجازه بگیرین بعد برین توکوجی. در غیر این صورت امکان داره کشته بشین. یا فهمیدی؟ بله، فرمایش شما رو به خوبی میفهمم.
اجازه صحبت میخوام عالی جناب. شیروجین کاتسو یوریسووا فرمانده قلعه تاکاتو اینجا هستن و قصد ملاقات دارن. پس اومد. این مرد جوان شیروجین کاتسو یوریسووا پسر بانوکویه. هارونوبو احساس خاصی نسبت به این فرزندش داشت. خوشحالم که پس از مدت ها اومدی. بله. کاگان نوکامیابه، کار خوبی کردید. ممنون. شما پدر خونده اون هستید، مراقبش باشید. اطاعت. افتخاری است برای من. خوشحالم در خدمت شما هستم. اوضاع تاکاتو چطوره؟ پدر اول بفرمایین. قیام اخیر مسئله جدی نبوده؟ نیاز نیست نگران باشی. اونقدر که به نظر میرسه جدی نبوده. منو ببخشید که اطلاع نداشته. من نتونستم زودتر بیام. نباید ناراحت باشی. اگه نیاز به حمایت باشه حتما بهت خبر میدم. نزدیکتر از تو کسی رو سراغ ندارم. پس حتما موضوع جدی نبوده که بهت اطلاع ندادم. تو جنگجوی بسیار برازنده‌ای شدی پسرم. ببخشید قربان، از اودا قاصدی رسیده. چه دستوری میفرمایی؟ بازم از طرف نوبوناگا اودا؟ بله. بگید در مهمانخانه منتظر باشه. اطاعت. نگران من نباشید. تا هر زمان که لازم باشه همینجا منتظر شما میمونم. در این چند سال گذشته اودا در هر سال 5 بار نماینده میفرسته و هر بار با هدایای عجیب. نوبوناگا اودا قصد داره رابطه خوبی با من برقرار کنه. اون از حمله من به طرف غرب ترس داره. چهرت مثل چهره مردم سواست. چشمات درست شبیه چشمای مادرته. تو اون روزی رو که کنار دریاچه سوا با مادرت ودا کردم به خاطر داری؟ بله. حالا اون پسر کوچیک بزرگ شده و سبیل داره. اگه مادرت بود و میدید یقینا خوشحال میشد. یوشینوبو برخلاف تو زندگی راحتی داشته، ولی اون متاسفانه نه شکایتی ندارم. تو نگران یوشینوبو نباش و مدتی رو اینجا پیش من بمون. حرفای زیادی هست که باید گفته بشه. بله. این هدایا نشانگر علاقه و صمیمیت سرور ما نسبت به جناب عالیه. امیدوارم مورد قبول و پسند واقع بشم. من از سخاوت جناب اودا نسبت به خودم سخت تحت تأثیر قرار گرفتم. سپاس منو ابلاغ بفرمایید. چشم. سرور ما جناب نوبوناگا اودا بهترین ها رو برای شما آرزو داشته و مطمئناً گفته های جناب عالی موجب خرسندی و خوشحالی ایشون خواهد شد. ضمناً جناب نوبوناگا اودا همواره تدابیر نظامی جناب عالی رو تحسین نموده و همیشه خواستشون این بوده که در کنار شما باشند و
از تجارب و مهارت‌های شما استفاده کرده و از این تجارب برای استحکام بیشتر فرمانرواییشون بهره ببرن. در صورت صلاح دید شما میخوایم یک وصلت باعث اتحاد بین اودا و تاکدا باشه. پیوند خویشاوندی؟ بله. افراد خاصی مورد نظر شما هستن؟ بله. با اجازه شما ازدواج میان عالی جناب کاتسو یوریشیرو از سووا و بانو یوکی دختر خواهر عالی جناب نوبوناگا اودا برگزار خواهد شد. حضرت عالی چه نظری دارید؟ واقعا؟ شینگن عروسی از خاندان اودا رو میپذیری؟ بله. کاتسو یوریشیرو فرمانده قلعه تاکاتو با یوکی ازدواج خواهد کرد. احتمالاً به خاطر شورش یوشینوبو اودا این برداشت داشته که کاتسو یوریشیرو فرمانروای آینده کاییه. قبول چنین پیشنهادی از سوی اونا بدون مشورت با ما که متحد اونا هستیم امری غیر قابل بخششه. نباید ساده از کنارش رد بشیم. شینگن تاکدا از احساسی که خاندان اودا نسبت به طایفه ایماگاوا داره کاملا آگاهه. این وصلت در واقع مفهومی جز به سخره گرفته شدن ما نداره. نمیبخشیمش. شینگن در حقیقت به دنبال سوروگا است. اونچه که در فکر اونه به وضوح میبینم. به جای این حرف ها باید عمل کرد. نباید وقت و بیهوده تلف کنیم. ولی ما در حال حاضر نمیتونیم به کایی حمله کنیم. سوروگا قدرت کافی برای این کارو نداره. نباید اینطور رقت انگیز حرف بزنی. هنوز خاندان ایماگاوا جایگاه و اعتبار خاصی داره. بعد از شوگان قدرت دست ماست. نباید آلت دست میمونای کایی بشیم. تو باید به عنوان حاکم سوروگا و توتومی برای خودت اعتباری قائل باشی. با غرور نمیشه در جنگ پیروز شد. شکست بخوریم ملت ما نابود میشه. نمیتونیم بدون رسوندن ایماگاوا به جایگاه اصلیش در آرامش بمیریم. نمیدونم خواهرم اوتسونه الان چه حالی داره. لطفاً اجازه بدین برای دیدار با یوشینوبو به توکوجی بریم. خواهش میکنم سرور من. میتونید برید. شاید بعد از دیدن شما در رفتارش تغییر ایجاد کنه و اصلاح بشه. قول میدم رفتار اونو اصلاح کنم. اوتسونه؟ بله. به خاطر اتفاقی که افتاده متاسف. من بابت رفتار اون عذر میخوام. خواهش میکنم سرورم. مهم نیست چه اتفاقی برای من میفته. همسرم یوشینوبو رو نجات بدیم. من فقط همینو میخوام. حتم دارم اون تحت تاثیر عشق عمیق تو قرار میگیره. برو دیدنش. چشم.
دیگه همه چی تموم شد. چیزی برای گفتن نمونده. یک تا که دو همچین حرفی به زبون نمیاره. تو در آینده به فرمان روایی کایی میرسی، مطمئن باش. فقط کافیه نظرتو تغییر بدی یا از پدرت عذرخواهی کنی. ازش عذرخواهی نمی کنم. در این صورت از اینجا خارج نمیشی. اهمیت نمیدم. تو با یک دندگی و لجبازی نمیتونی به آرزوهایی که داشتی برسی. احساستو پنهان کن و چهره متبسمتو به نمایش بذار. باید راهی برای خروج از این مکان پیدا کنی. مگه خواست تو این نبوده که به کیوتو بری و حکومت کنی؟ تو به اوتسونه، یائه و خود من قول دادی که یه روزی به عنوان فرمان روا به کیوتو خواهی رفت. جز این بوده؟ به خاطر پیش آمدهای کوچک از پاداش بزرگ غافل نشو. یوشینوبو، حالا دیگه وقتشه که به خواسته های من توجه کنی. تو باید از پدرت عذرخواهی کنی. در غیر این صورت پدرت به جای تو کاتسویوری شیرو از سوار و جانشین خودش میکنه. همونطوری که بانو کای دشمن من بود، مطمئنم پسرش کاتسویوری هم دشمن توه. برای تو مهم نیست که پسر بانو کای جایگاه تو رو غصب کنه؟ میتونی به خودت دروغ بگی، وانمود کن از پدرت عذرخواهی میکنی. اگه این دروغ تو رو از این مکان نجات میده، این کارو بکن. نظر پسر کای جانشین پدرت بشه. تبسم دروغین هرگز بر چهره من نقش نمیبنده مادر. بچه که بودم کی به من گفت از شرارت و دروغای پدر بیزار باشم؟ شما اینو گفتین. حالا خود شما از من میخواین که مثل اون دروغ بگم؟ شرم آوره. من با بی‌عدالتی پدر خودم می جنگم. به دشمنم تعظیم نمی کنم. اگه این کارو بکنم چطور از ابو پوزش بخوام و از سربازانش که در این راه جونشون رو از دست دادن؟ بمیرمم ازش عذر نمیخوام. او هرگز از وفاداریش دست نکشید و از جان سرور جوان تا لحظه آخر محافظت شد. حالا ازتون میخوام به خواستش احترام گذاشته به خاطر اون زندگی کنین. چشم. میدونم که این مطلب رو شنیدین، ولی بدون این صبر و بایی بود که سرورمون رو از مقاصد همسرتون آگاه کرد. شاید الان پیش خودتون تصور کنید که اون به همسرتون خیانت کرد، ولی در اصل خواست توراماسا این بود که برای حفظ نسب اوبو این دو برادر در دو سو قرار بگیرن. ولی من خواستانه خواهش میکنم کاری کنین تا یائه هم مجازات بشه. آرام مسا. زنی که ندیمه بانو سانجوه. تو میدونی موضوع چیه؟ بذاری خودم بهتون بگم.
در این توته یا دست داشته. اون شوهرم رو برای این کار اغوا کرده. قربان، شما مطمئنین؟ سرورمون چیزی در این باره میدونن؟ بله، ولی ایشون نخواستن آزا از این آشفته تر بشه و ترجیح دادن که به مسئله یا رسیدگی نشه. حالا که به 25 سال پیش فکر میکنم، میبینم که چنین توطئه‌ای انجام شد. از هر دست که بدی میگیری. یوبو در راه انجام وظیفه مرد. منم هیچ کمکی نتونستم بهش بکنم. من 30 سال تمام کنار اون جنگیدم، در مسیر زندگی و مرگ با هم پیش رفته بودیم. دیگران در جنگ مردند، تنها منم که در آرامش و بازنشستگی زندگی میکنم. دوست دارم به جنگ برم و یک بار دیگه به دشمن حمله ببرم و در جنگ کشته بشم. نگرانم نباش. وقتی پیر میشی اشکا بی جهت جاری میشن. دوره ما گذشته، حالا کایی تغییر میکنه. تنها اومدم اینجا که بتونیم راحت با هم دیگه صحبت کنیم. هرچی که تو سرته، هر حرفی داری بگو. میخوام بدونم در عمق دلت چی نهفته است. از من نفرت داری؟
این که تو از پدرت نفرت داشته باشی غیر عادی نیست. منم 25 سال پیش علیه پدر خودم قیام کردم، اونو به سوراگاه تبعید کردم. فکر میکردم اگه اون حاکم باقی بمونه کایی تحلیل رفته و توسط رقبامون فتح خواهد شد. حالا که بهش فکر میکنم میبینم همش هم به خاطر سعادت و بقای سرزمینمون نبوده. منم از پدرم نفرت داشتم. شاید اینطور فکر میکردم و اتفاقاتی رو که میافتاد به نوعی توجیه میکردم. با بزرگ شدنم دقیقا معلوم بود که از قدرتم میترسید و در جهت سرکوب کردن من مدام منو به سخره میگرفت و کوچک میکرد و از مسائل روز دور نگه میداشت. حتی دختری را که بهش علاقه داشتم کشت. به هم گفت نمیتونم جانشینش باشم. با تمام وجود ازش متنفر بودم. بارها تصمیم گرفتم اون از بین ببرم. نمیتونستم درک کنم چطور کسی میتونه اینقدر از پدرش متنفر باشه. یوشینابو، تو تصویری دقیق از جوانی من هستی. جواب بده. با شناخت قلب تو منم قلب خودم رو خواهم شناخت. از ریشه نفرتت برام بگو. من و تو پدر و فرزندیم. خون من در رگ‌های تو جریان داره. چی شده که یک پسر علیه پدرش توطئه میکنه؟ هنوزم از من نفرت داری؟ جواب بده. بله دارم. بگو دقیقاً از چی؟ از همه چیز. حتی از بودن در کنار شما متنفرم. خب چطور میتونم این نفرت رو از بین ببرم؟ با کشتن من این نفرت از بین میره یا نه؟ از بین میره؟ بله میره. من پدرت هستم پسر. میخوام از این باطلاق نفرت بکشمت بیرون. بیا، من آمادم.
بیاین بیرون. ماهی که پشت ابرها پنهانه. آی با شما، از مخفیگاه بیاین بیرون. برای چی دارین یه پیر مرد در این شب مهتابی دنبال میکنید؟ من هیچ پولی ندارم ازم بگیرید. ما که دزد نیستیم، جنگجوییم. شما مینونو کامی هارا نیستید؟ چرا؟ اما حالا یه پیر مرد باز نشسته. سر تو میخوایم، آماده باش. سر من چندان نمیارزه. ما بازماندگان قلعه شیگا در شنگشو هستیم. 10 سال تمام توی کوه‌ها زندگی کرده بودیم تا اینکه شما و افرادتون اومدین و ما رو از سرزمینمون بیرون کردین. منتظر این روز بودیم. زن و بچه هامون آواره شدن و مردن. تا انتقام اونا رو نگیریم نمیتونیم بمیریم. مینوارا آماده باش. درست همون چیزی که میخواستم. یک جنگجو از این که پیر بشه و از بیماری در بستر بمیره شرم داره. از اومدنتون خوشحالم. انگار شما را از آسمون برای من فرستادن. ازتون ممنونم. چرا باید از یه پیر مرد بترسین؟ حمله کنین. قلعه شیگا به خاطر وجود مدافعین ترسوی مثل شما سقوط شد. روحیه جنگجویان نشینان رو نشون بده. اینطوری نمیتونید انتقام زنان و فرزندانتون رو بگیرید. حالا شد یه نبرد واقعی. پس نمیکشم.
از شما متشکرم. چرا ماسا؟ دو تن از مشاورین تحسین برانگیز تاکدا، هیوبو توراماساوبو و مینونو کامی توراتانی ها را اینگونه از جهان رفتند. 2 ماه بعد کاتسویوری شیرو و بانو یوکی از خاندان اودا در قلعه تاکاتو به عقد هم در آمدند. با نگاهی به گذشته میشه گفت این ازدواج تغییر ژرف بر آینده کایی بر جا گذاشت. در قسمت بعد قصد دارم از حمله به جوشو و ماجرای مرگ یوشینوبو براتون بگم.